کی میخواد این طفل معصوم 7 صبح بیدار کنه؟ این طفل معصوم که خوابه. تو حواست به جاده باشه که خوابت نبره. که دیگه هیچ که 7 صبح بیدار نشه. خدا نکنه. میخوای من بشینم؟ بد نمیرونم ها. حالا فردا نبریمش، بشه پس فردا چی میشه؟ بعدا دانشگاه عقب میافته. حسین ما با هم کلی حرف زدیم. قرار شد که این کار رو انجام بدیم دیگه. منم که نمیخوام بشینم خونه بادم بزنم. دکتری تو تلویزیون میگفتش که اگه بچه‌ها رو از الان بفرستی تو اجتماعی بار میاد. یعنی ما مهد کودک نرفتیم اجتماعی نشد. تو که دوباره اومدی سر خونه اولت. ما این همه با هم حرف زدیم. تو شمال قول دادی. هنوزم زیر قولم نزدم. بعد سر این که یواشکی بازی و نمیدونم از آقا جون قایم کنیم و صبح کله سحر بخوایم این بچه رو خیرکش کنیم یه کوچولو دلچرکینم. دلچرکین چرا؟ چون تو خونه ما یواشکی نمیشه. آخه چرا یواشکی؟ بچه‌مونه، جیگرگوشمونه. جرم و جنایت که نمیخوایم بکنیم. کار غیر شرعی هم که نمیکنیم. اصلا مهد کودک مگه چی کار میکنن؟ به بچه شعر یاد میدن، بازی میکنن، نقاشی میکشن، اجتماعی میشن. هرچی بوده و گفتم چشم. شکایتی هم ندارم. مثل عروس هاش باقر زبونم لال یاغی هم نشدم. بعد 8 سال این اولین سفر ستایمون بوده. غر زدم؟ نه. گلایه کردم؟ نه. گفتم یه خونه جدا بگیریم با هم زندگی کنیم. گفتی نه. گفتم چشم. تا حالا غیر چشم چیزی به آقا جون عزیز جونت گفتم؟ حسین چی کار میکنی؟ حواست کجاست؟ مرتیکه دیوانه پرید وسط جاده. مرتیکه کیه؟ کسی وسط جاده نیست که. بزن بغل حسین، بزن بغل، خوابت برده. یا ابوالفضل بزن کنار. چه خبر شده حسین؟ مامان چی شده؟ نمیدونم پسرم.
آقا جون خوش گذشت؟ استخون سبک کردی؟ جای شما خالی بود آقا جون، ولی خب دیگه آخرش از دماغمون در اومد. خیلی بد شد. میگم نکنه آقا جون پسر حاج حسین علی سر ارث و میراث و این حرفا. دکتر نزن پسر، سر یه وجب زمین و چند تا خشت و چند تیکه قالی و کتیبه آدم ایمونش و چوب حراج نمیزنه. یعنی اون تکیه فقط 4 تا خشت و آهن و پارچه سیاه بود؟ معلومه که نبود. چیزی که تکیه رو تکیه میکنه با آتیش نمیسوزه و خاکستر نمیشه. خب دیگه غمتون چیه آقا جون؟ هم سر بی‌لیاقتی خودمونه که جلوی چشممون تکیه با این عظمت و سابقه سوخت و دود شد و کاری نتونستیم بکنیم. غمم سر اینه که جواب رفیقامو چی بدم. غمم سر اینه که 4 روز دیگه محرمه و معلوم نیست بتونیم چراغ هیئت رو روشن نگه داریم. غمم سر اینه که عمدی سهوی خونه ای رو خاکستر کردیم که اسم امام حسین سردرش بود. لا اله الا الله. با اجازه آقا جون. چرا تو نمیدی تو؟ خب امیر عباسش نمیاری؟ امیر عباس خواب دلم نیامد بیدارش کنم. مگه اون نباید بیاد ثبت نامش کنه؟ الان میریم ثبت نام میکنی فردا میبریم. من از آقا جون خداحافظی نکردم. حالا بیا بریم دیر شد حسین. بفرمایید. حتما مشیت خدا بوده، ولی این دلیل نمیشه که شما قنبرک بزنی گوشه خونه و بچینی و زبونم لال به خود لعن و نفرین کنی. همه اهل محل میدونن که تو برای تکیه کم نذاشتی. والله از منی که سر از کار دنیا در نمیارم بپرسی ها، میگم کار ملک عبدالگل زرده. تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. حسین و نرگس کجا رفتن؟ خب لابد کار داشتن رفتن بیرون دیگه. بچه کجاست؟ خواب طفلکی. آخه تا صبح اینا تو راه بودم، خیلی خسته شده. چایتون چی؟ امیر عباس خدا رو شکر اون سگرماهاتو باز کردیم و یه لبخند از شما دیدیم. ما که همه جوره با شما راه اومدیم، ولی تو رو خدای کاری کن شهر نشه. نمیدونم چرا فکر میکنم تهش به خنس میخوره. حسین جان خلاف شهر که نکردیم. گفتم اگه اول به آقا جونت نگیم بهتره، برای اینکه نمیاره اون وقتی که نمیشه کارش کرد. کار که از کار گذشت خودم بهش میگم که گردن تو هم نیفته. خوبه دیگه، شما مادرشی، ایشون هم بابا بزرگش، ما هم قاق.
جنس با جنس فرق میکنه برادر من. بیلده مثل این که دفعه اولت اومدی بازار خریدم. حالا شما محض خاطر هیئت ما که اسمش حضرت قاسمه یه تخفیفی به ما بده. ببین اگه بحث اون باشه من خودم شخصا فک و فامیلم کل این مغازه فدای سم اسب حضرت قاسم، ولی منتهی مراتب این کتیبا پارچه برده. ملاحظه بفرمایید کارگر داره میدوزه مزد میبره، پول آب، پول برق، پول گاز، همه اینا باید لحاظ بشه. بله؟ بله درسته. ضمناً نخای اینا نخای معمولی نیستن، نخاشون فرق میکنه. یه بخششون آلمانیه، یه بخش دیگه چینیه. شما اینجا دقت کن، دستو بکش روی این مخمل، خودش داره فریاد میزنه که من کجا اومدم، من وارد شدم. از کجا؟ ما اینا رو از کشمیر وارد میکنیم. شما اگر دقت بفرمایید یه چاپ میبینید اینجا. این چاپ سیلک کاری آدم معمولی نمیتونه باشه. ما یه آشنا داریم تو جاده ساوه، تو کار چاپ سیلکه، یعنی کسی رو دستش نیومده و نخواهد اومد. جنسای متنوعی داریم ما اینجا. نگاه کنید، شما یه نگاه کن به این دوتا جنس. در نگاه اول هیچ فرقی نمی کنن، ضمناً تایوانیه. ولی میدونی فرقش کجاست؟ فرقش اینجاست که این یه تاسو آشورا بره زیر آفتاب بور بشه، دقیقاً میشه مثل یه پتوی سربازی. بیلدین فهمیده؟ یعنی متوجه شده؟ سلام آقا، خسته نباشید، خوش آمدید. ببین به هر حال اگه نظر منو میخوای شما اینو ببر، من 100 سالم به تضمین میدم، یعنی 100 سال دیگه این همین مشکی و پرکلاقی باقی میمونه. آقا اجازه بده ما یه فکری بکنیم، یه چرخی بزنم برمیگردم. باشه به هر حال دیگه. ببین جای دیگه مناسب تر از اینجا پیدا نمیکنی ها. خوبی آجی؟ خوشی؟ سلامتی؟ خب خدا رو شکر. آجی واقعا عجب صبوری ها. منو بکشم با این مترو جابجا نمیشم. چرا؟ احساس خفگی بهم دست میده. من یه چای بریزم براتون، الان خدمت میرسم. راستی حاج آقا این چیزه، این حامد خان 2-3 بار اومد سراغتون رو گرفت، گویا به کار واجبی باهاتون داره. یه بارم چیز کرده بود، این شاگردش فرستاده بود ببینید شما اومدید یا نه. حسین نیومده؟ اتفاقا آقا من می‌خواستم سراغ حسین آقا رو از شما بگیرم، ببینم از شمال بر نگشته. نه بابا کله سر زد بیرون. سلام علیکم. سلام علیکم. احبه علیک سلام حامد خان، مشرف فرمودین. مخلص حاج آقا. بی خود نگفتن هر پیش آمده تلخی پیامد شیرین داره. بعد اتفاق امروز صبح خدا رو شکر چشمون به جمال آقازاده حاج حسین علی روشن شد. خدا زنده بذاره خلف صالحشو. بفرما بشین. اتفاقا حاج مرتضی به خاطر پیش آمده تلخی که امروز صبح افتاده مزاحم شدم. یالا. موندم حیرون که این چند روز مونده به محرم یه دفعه چی شد که اینجوری شد. البته کار خدا بی حکمت نیست. حکمت جای خودشو داره حاج مرتضی، امان از بنده های خدا. کل محرم و تکه و عزاداری و سینه زنی مال همینه که ما بنده های خدا سر عقل بیاییم و آدم شیم. ولی اگه از همین بنده های خدا غافل شی آتیش میندازن به دم و دستگاه عزاداری و محرم. من فکر نمی کنم عمدی تو کار باشه، مگه اینکه شمر و خولی همچین خبتی بکنن. این روزا شمر و خولی بیشتر شدن حاج مرتضی. نمک آقام محسن رو میخورن، نمکدونش رو میشونن. من مشکوکم حاجی، مشکوکم. نمیشه که الکی تکی آتیش گرفته باشه. به کی مشکوکی؟ کلید تکیه رو یکی من دارم یکی شما هم که صاحب لهی میمونه من شما که سرور مایی. من نمیخوام جسارت کنم، میگم شاید یه نسنسی از رو دست کلید شما یه کلید ساخته باشه بخواد زهرشو بریزه رو من و شما. ما دشمن زیاد داریم حاج مرتضی. خودتون رو نگاه نکنین بین مردم گل میگینه گل میشنفین. مردم امروز عوض شدن، جلوی ما یه جوری یعنی پشت سر ما یه جور دیگه. حکایت نفاق و دروی حکایت دیروز امروز نیست. الو، خودم زنگ میزنم. تا بوده چنین بوده، اما من نمیزنم. اما من وای میسم حاج مرتضی، صفرم وای میسم. میخوام ببینم کی جرأت کرده که با میراث حاج حسین علی شوخی کنه. یه لیوان آب واسه آقا حامد بیار.
آقا شربت بیارم؟ بیار. انشالله که پیداش میکنیم، اما حواست باشه یه وقت بهتون نامربوط نزنی که فعلا که دور از جون تا دلت بخواد حرف نامربوط میشنویم آجی. بالاخره حرف حدیث حوالی محل به گوش ما میرسه. چه نامربوطی؟ ببین حاج مرتضی، شما بزرگ مایی، درست، من فقط خودم که نیستم. احمد و محمودم تا حالاش اگه به من حرفی نزدن حرمتمو نگه داشتم. برادر بزرگم درست، براشون کم نذاشتم، درست. برای احمد هم پدری کردم هم برادری، نذاشتم حتی یه ثانیه هم فکر یتیمی به سرش بزنه. اما حالا دیگه واسه خودش مردی شده، آقایی شده، شاید بخواد واسه خودش زندگی تشکیل بده. من نباید حق و حقوقشو بدم؟ چای نفت که ندارم آجی. یه مغازه دار و نداره آقا جونم بودی که توش کاسبی رو انداختیم. حاج مرتضی بالاخره با تکلیف اون زمین تکیه معلوم بشه. تکلیف چی شو؟ تکلیف سهم وراث حاجی. از کی تا حالا زمین وقفی رو میندازن تو ارث؟ من نمیدونم این چه وقفیه که فقط شما ازش خبر دارید. همه خبر دارن. حاج رحیم، آمیز محسن، حاج آقا بنویدی، کربلای حسین. حاج مرتضی اسم باقی اموات محلم بهش اضافه کنه، یه مهر و امضا پاش بزن. بچه های حاج حسین علی زندن حاجی، زنده هم زندگانی میخوان. حاج مرتضی اگه به من باشه که این مغازرم خیرات آقا جونم میکنم، اما ارث حق و ناسه. نمیخوام مشغول زومه صغیر و کبیر حاج حسین علی بشم. بفرمایید. ببینم خلیل، تو که کلید تکره رو ندادی. شربتتو بخور پسر حاج حسین علی که گرم میشه از دم میفته. اینجا سر گذر نیست که کلیدا گم بشن. اینجا مغازه حاج مرتضی است که اگه سرش بره تو امان خیانت نمیکنه. حاج مرتضی سوء تفاهم شده. اون بزرگوار به غیر ملک و زمین خصلت‌های خوبی هم داشته که میشه به ارث برد. ببین حاجی، من اگه اومدم اینجا محض سلام مشورت بوده. نیومدم کلوف بارم کنی به خاطر یه سوال ساده شرمنده از جلو مغازه ردم کنی. شما بزرگ مایی قبول حاج مرتضی، اما منم به اندازه خودم حساب کتاب و دین و ایمون سرم میشه. عزت زیاد. خوش اومدی بابا. آدم معمولی. وای کلیدا کجاست؟ حاجی خودتو ناراحت نکن. من پیداش میکنم. من این دور اطرافه. حاجی خودتون میدونید که من یه مقدار حواس پرتم. من خودتون میدونید من دست خودم نیست. یعنی از زمانی که فهمیدم نیستش صبح خرسخون اومده و همه چره گشتم پیداش نکردم. آقا به خدا پیداش میکنم. حتما این دور اطرافه. خودتون نگران نکنید آقا. تا شب نشده پیداش کن. سوزنم باشه تو انبار کاه. بگرد و پیداش کن. چشم. یه زنگم به حسین بزن ببین کجا گیر کرده. از قول منم بهش بگو بعد یه هفته مرخصی آدم نمیره مرخصی. چشم جا خودتون رو نگران نکنید. خاک بر سره. کلیت کجا گذاشتی تو؟ خسته نباشین عزیز جون. ناقابله. دست درد نکنه مادر. چرا زحمت کشیدی نردش؟ خواهش میکنم، جاتونم خیلی خالی بود. فقط عزیز جون برای آقا جون نتونستم چیزی بگیرم. اشکال نداره، همین کلوچه ها بستشه. خیلی گشتم و حسین هم گشتم، چیزی که به درد آقا جون بخوره پیدا نکردیم. خب شما هم که چیزی نداره جز کلوچه و سبد و همین چیزا دیگه. همینقدر که یادمون بودی خیلی ممنون. بیا بشین تعریف کن ببینم خوش گذشت. به حسین که نمیدونم، ولی در کل خوب بود. هی میگفتیم جای شما آقا جون و زینب خالیه. دیگه سخته بدون شما سفر رفتن. حالا وقت زیاده. ایشالله امام رضا به طلبه دست جمعی میریم مشهد. ولی بعید میدونم که ما دیگه بتونیم با شما بیایم سفر، چون از فردا که امیر عباس بره مهد کودک نباید غیبت کنه. خب تا اون موقع خدا بزرگه. سلام جان. یالله. حرکت باشه. یالله. سلام
علیکم. یا الله. سلام. یا الله. که به جا پولش براش دعا کنن. اگه تموم شد برگرد بیا اینجا که طرف محتاج دعای خیره. برو به سلامت. سلام علیکم ارباب. سلام علیکم. نوکرتم. امر بفرما. امر حق ما مطیعیم. فردا عیده. ما هم که اسمن حاجی. رسمتم حاجی ارباب. در خدمتم تمام قد. یکی بکنش دوتا. با یکی گره مشکل زندگیمون وانه میشه. دور از جونت حاجی. اگه به عدد گرفتاری باشه نسل گاو و گوسفند از زمین بر میدارن. اینی که از دست ما برمیاد. باقیش کرم ایدر کرار. صبح علتورو در خدمتتم. برو به سلامت. میفرستم برات بیاد. یا علی. مخلصتم هستم. نکن بچه بشین دیگه. ببخش. فردا برم مهد کودک 2-3 سال از دستش راحت شم. نرگس جان دلت میاد به دست گلی مثل امیر عباسی نه حرفا میزنی؟ آخه یه دقیقه آروم و قرار نداره که. بچه تو خسته نمیشه اینقدر بپر میکنی؟ به جون خودت ماهمینا یه هفته شمال بودیم یه دقیقه نشست که. خب الکی که نیست. نوه حاج مرتضاه. معلوم پیشونی بلندی داره. ببین نرگس جان کی دارم بهت میگم اگه این بچه یه کسی نشد، اگه اسمش سر زبونا نیفتاد، از من گفتم. والا منم همینو میخوام به خدا. واسه همینم اسمشو نوشتم مهد کودک. ولی نمیدونم این همه پنهون کاری واسه چیه. اگه بره مهد کودک سرش میره تو کتاب و دفتر، اون وقت اون چیزی میشه که تو میگی. میشه ایشالله که میشه. این عالیه خانم کجا رفت ظرف بیاره. عزیز به خدا خودم هم دل تو دلم نیست. دور از جون شدم چوب 200 طلا. خدا نکنه مادر. تو نگران حاجی نباش. راضی کردنش با من. اون بنده خدا اگه چیزی بهتون میگه به خاطر خیر و صلاح خودتونه. از بس امیر عباس رو دوست داره. تو نمیدونی توی یه هفته‌ای که شما شمال بودی چه حالی داشت. بنده خدا انگار کسی رو گم کرده بود. تا صبح چشش به بچه افتاد آن گل از گلش شکم. اصلا آتیش تکیه یادش رفت. آقا جون صبح دیدم خوف کردم. تا حالا این شکلی ندیده بودمش. خب سن و سالشه. ولی اینو یادت باشه پسر عصای پیریکوریه. پیریکوری عزیز. ماشاءالله آقا جون 10 تای من جوون حریفه. بگو ماشاءالله. به قرآن گفتم. از نرگس هم خداحافظی کن. باشه مادر. خداحافظ. برو به سلام. ماه مینا زن عمو خلیل میدونی چی میگفت امیر عباس پیشونیش بلنده. یعنی چی؟ یعنی اقبالش بلنده. یعنی صاحب اسمش میاد میبرتش اون بالا بالا. مهد کودک. اون که تازه اولشه مادر. باید بری مدرسه، بعد بری دبیرستان، بعد بری دانشگاه، بعد بری سربازی، بعد برات زن بگیریم، مهندس بشی، وکیل بشی، وزیر بشی، سری تو سرا در به شرطی بیاری. که ترشی نخوری که اگه بخوری کل خواب و خیال ننه جونت دود میشه میره عوام. سلام هاشی چقدر زود اومدی؟ ناراحتی برگردم. نه بابا میگم یعنی اتفاقی چیزی نیفتاده باشه. هر اتفاقی قرار بود بیفته افتاده. دیدم بدون این شازده اموراتم نمیگذره، گفتم بیام اینو ببینم. آخه یه هفته است که این بروجک رو ندیدم. ببینم بدون ما رفتی سفر بهت خوش گذشت؟ سوقاتی آوردی یا نه؟ یا ما دلمونو علکی صابون زدی؟ از حسین خبری نیست. در دکونم نیومد. فرستادمش برای فردا خرید کنه. به عزیز گفتم فردا صبح بیاد. کاش که میگفتی تو همون مغازه سرشو میبرید و پوست میکرد، فال میکرد مینداخت تو کیسه و میآورد. میخوای بگم خودش فردا تو محل تخص کنه؟ حتما باید بیاری تو حیاط این کارو بکنی که حیاط بشه پر خون و شکمه و روده گوسفند. اون موقع
ولی اونی که تو قصابی میکشن دیگه قربونی نیست، گوشته. آویزون میکنن قناری و مردم همینجوری میخرن میبرن تو خونه هاشون. اصل قربونی خون کردنه. آقا جون خون کردن یعنی چی؟ فردا خودت میبینی. یه قصه هم داره که همون فردا بهت میگم. نهارتو میخوای بیارم؟ نه فعلا نماز نخوندم. بچه ها؟ نه بچه ها کلید دارن. آمیز محمود خوش اومدی. سلام محمود جون، حالت خوبه؟ سلام. دم در بده. نهارم آماده است جون میرزا. یه لقمه درویشیه با نون میخوریم سیر میشیم. بیا تو. نمک پرورده ایم آجی، قصد زحمت ندارم. بعد 90 بوقی آمیز محمود اومده دم خونه حاج مرتضی، سرپایی و هلولکی که نمیشه مردم بفهمن چی میگن. جون حاجی تعارف ندارم، کار دارم باس برم. فقط اومدم این امانتی رو برسونم به دست صاحبش. امانتی؟ پرچم هیئته. دور و برش سوخته ولی اصل و اساسش سالمه. قیمتی بوده، قیمتی تر شده. پیداش که نکردم گفتم لابد جزغاله شده. اتفاقا داشت جزغاله میشد. یاسر پسر حاج منصوری که میشناسی تو آتش نشانیه، خودش انداخته تو دل آتیشو میره درش میاره. پسر با وجودیه. الان کجاست؟ مریض خونه است. سر تا پاش سوخته. انقدر هوش و گوش بود که اینو برسونه دست من برسونم دست امانت دارش. یا سید شاد. خیلی خوب حاجی، بیشتر از این سرپا گرت نمیدارم. نه به یه گلتم خسته شد. خدا واسط نگرش داره. خدا حافظ حاجی. بسیار زیاد. بابا جون چرا داری گریه میکنه؟ آقای من 5-6 سالم بیشتر نبود که کربلای جعفر
پدر خدا بیامرز حاج حسین علی رفت کربلا و با چه مصیبت این پرچم آورد واسه تکیه. میگفتن 1 سال بالای گنبد سید الشهدا بوده. دلم ترکید وقتی دیدمش. حالا آقا جون نباید گریه کنه؟ ها؟ نباید گریه کنه؟ باشه آقا جون. بابا ماشین فدای سرش، تمام دار و ندارم فدای سرش. من به خاطر خودش میگم، نگران خودشم. اون پیرزن بیچاره که تو خونه نشسته چشم انتظار که یه وقت واسه بچه تحتقاریش اتفاقی نیفته. زن ما هم که شده لله ننمون، یه پاش خونه است یه پاش خونه اون زن بیچاره. من میترسم یه وقت خدایی نکرده بدون تصدیق به کسی بزنه شر بشه. دق آوردم از دست شما. نکته خوبی گفتی. منم بهش گفتم ماشین نبره، اما گوش شنوا نداره. داداش حرف حساب عین اون تحقیقات تلخه. منم بهش میگم نمیفهمه. محمود تو باید باش حرف بزنی، باش صحبت کنی درست حسابی. عین او یه رفیق، تو اون قبول کنه. آقا تشریف آوردن. سلام. کجا بودی؟ دلمون 1000 تا راه رفت. به خدا قسم تا تصدیق نگیری نمیذارم پشت فرمون بشینی. بابا ماشین مایه آخه. یه وقت میری این ور اون ور میزنی بیا یکی بیا خره باقالی وار کن. آخه داداش راننده داریم تا راننده. کسی به شوماخر نمیگه گواهی نامتو ببینم که. حالا شما میگین نشین پشت ماشین ما نمیشینیم، اما دوست داشتم یه روز بیاین بغل دستم بشینین، هر جا که امن میکنین ببرمتون. اون وقت ببینین آب تو دلتون تکون میخوره یا نه. ببین پسر، زیاد تعریف کردنم چی شکر یا اضافه خوردنه. داداش مشکل داریم مسابقه بذاریم. ماشین حاضره، جاده حاضره، داور بین‌المللی هم که حاضره. غایب فقط تصدیقه. ببین پسر، یه مچه روز دندون رو جگر بذاری جدت پر میشه پسر. به حرف داداشت گوش کن، همه چی حله. محمود کیکره رو بکش پایین. چشم داداش. خود به خود که آتیش نگرفته آقا جون. لابد یه کسی یه کاری کرده دیگه. بعضی وقتا ممکنه خود به خود آتیش بگیره. کافیه 2 تا سیم پشت کنتور اتصالی کنن یا شیر گاز نشتی بده. خدا رو شکر که کسی تو تکیه نبوده. خلیل میگفت حامد اومده بوده مغازه. توپش هم پر بود. حقم داره. بالاخره خیر سرمون. ما کلیددار تکیه بودیم و قرار بود اونجا رو بپاییم. شنیدم منکر وقف شده. بی خبره. میگه تو وصیت‌نامه باباش اسمی از وقف نیومده، اما اومده. همه خبر دارن. تو کاغذ شاید نیومده، اما کاغذ مال محکمه است. تو دادگاه و قانون حرف اون پیشه، اما پیش خدا چی؟ بالاخره قیامتی هست، محرمی هست، امام حسینی هست. نگرانش نیستم. یقین خود صاحب اصلی تکیه حلش میکنه. حاجی کجا؟ چرا شامتو نخوردی؟ آقا جون منم بیام. امیر عباس تو کجا؟ بابت شام دستتون در نکنه. مثل همیشه عالی بود. منتهاش یه کاری هست یه تو که پا باید برم و جلدی برگردم. بیام باتون آقا جون؟ دور نمیرم. میام. کار دنیا برعکس شده. صبح که باید بری بیرون میمونی خونه، شب که باید خونه بمونی میری بیرون. آقا جون منم بیام. امیر عباس تو کجا؟ بیا آقا جون اذیت نکن. بیا اینجا بذار بره به کاراش برسه. جایی که من میرم جای تو نیست. به جاش بعد عید میبرمت دم مغازه و پیش بابا حسین و عمو خلیل. آقا جون واسم زنجیر میخری؟
بله که میخرم، زنجیرم واسط میخرم. در ضمن در گوشی حرف زدن تو جمع و سر سفره برکت سفره رو کم میکنه. یا علی، سلام آقا. سلام آقا، بفرمایید. بیماری به اسم یاسر مجیدی اینجاست. یاسر مجیدی؟ مأمور آتش نشانیه. بله، چطور مگه؟ میخواستم ببینمش. الان که شب نمیشه. میدونم، توضیح میدم خدمتتون. هنوز بیداره، فقط بیشتر از 5 دقیقه نشه. یه چیزی هم بهش نگین که به هم بریزه. زیادم نزدیکش نشید. ممنونتون میشم. ممنون. خدا بیا مرزه هاش منصور رو. با هم رفیق بودیم، حمایتی بودیم. من مرتضام، کلیددار همون تکی هم که سوخت. دمت گرم که اون یادگاری رو به ما برگردوندی. صاحب اون بیرقم شفاعت میده انشالله. روم سیاه که آخر شبی مزاحم خوابت شدم. خواستم بگم بدونی که حواسمون هست که کار کوچیکی نکردیم. حیف که دست متبرکت سوخته و الا میبوسیدمش. یا علی. ممنونتم حاجی، اما شما که کلید داری، بزرگ محلی، بهتره بدونید که اون تکیه همینجوری آتیش نگرفت. اونجا رو عمدی آتیش زدم. چیه؟ kimdi ya değil. Baba شما بله بخش. به حاج آقا باشوا دارم. احوال شریف. اسباب زحمت. خواهش می‌کنم. منتها قبلش اسعدالله ایامکم سعید حاج آقا. منتها این وقت صبح کسی زنگ میزنه نمیخواد عید تبریک بگه. حتما یا یکی از متعلقین تو موال گیر کرده یا همه درا بجز در خونه بایرام کلیدساز به روی زنابالی گفله. خدا نیاره اون روزا. بله. میگم قصه چیه؟ توبرتو وردار تو را بهت میگم. توبره؟ حاج آقا توبره مال زمان تیرکمونشاهه. الان دیگه کلیدسازان مهندس شدن، سامسونیت میزنن زیر بغلشون. سامسونیت منم دکانه. طوری نیست، میریم در دکون. میریم در دکون. اینجوری بذار برم لباسم عوض کنم. جای سریازی تزو لده مهندس تزو جلدیم چه
ارباب شما که هنوز اینجایی؟ سلام علیکم. علیک السلام آقا داوود. عیدت مبارک. عید شما مبارک. خونه کسی هست؟ دارم میرم منزل شما. هستم منتظرن. خودم هم بی حرف پیش میرسم تا نیم ساعت دیگه. یه کاری با بایرام دارم. حاجی من geldim. کیدک آقا؟ سلام آقا داوود. خسته نباشی. میگم آقا داوود این حیوونا رو این دم آخری بیار جلو پیش خودت بشون. بالاخره قاتل مقتول یه صفایی بکنین دیگه دم عیدی ها. حاج آقا این مهندس رو یه نصیحتش بکن شاید در راه راست هدایت بشه. خیلی مخلصیم آقا داوود. حاضر میگم چجوری بریم تا دکون؟ یه دنده عقب بگیر اون قفلم باز کن. واردی ها. یالا سلام صبح بخیر. سلام صبح بخیر. صبح بخیر. نرگس بیدار نشده؟ چرا پا شده الان میاد. سلام حاج آقا. سلام حاجی. سلام آقا بایرام. سلام. یاخچی ها نه خبر. الحمدلله. Sen ne diyorsun? Yoksa. Ne haber? Ne olup ki? اشتدای. بیریز. بفرمایید. حاجی سلام. سلام رانا. این گره کور به دست با کفایت آقای مهندس بایرام خان باز میشه. بسم الله. مخلص شما. حاجی گره که همیشه کور نیست که وقتی با دندون میخوام وا کنم کور میشه. گوی گرم bu ne ben Ki açıktı ki جلل خالق. بازی گیری چهره یه رخ بفرمایید تو بیای. سلام آقا داوود. سلام خوش آمد. سلام علیکم. عید شما هم مبارک باشه. عیدتون مبارک. یالا حاج خانم آقا داوود اومدن. خب من چی بیارم آقا داوود؟ حسین آقا یه تک رد بیار. بزرگ باشه؟ نه متوسط. اینو کجا ببندم؟ سلام خانم. ایلا انگار که ما بی خود اومدیم اینجا. درم که وا بود. ولی همین که خدمت شما هستم خودش سعادتیه. خوشحال شدیم دیدیم شما رو عزیز. ببین اینجا به چه روزی افتاده ها. ولی انشالله درست میشه عزیز. خیر باش حاجی. این وقت صبح کارگر آوردم که یه دستی به سر و گوش تکه بکشیم. راضی به زحمت نبودیم. آقا مروتی، مهندس مروتی، یکی از معمارای نیک روزگاره. قرار شده اگه خدا بخواد اینجا رو بکوبه یه پاساژ آبرومند توش بسازه. عاشقان
رفتند در پی معشوق خویش آبدان سر نهند در ره معبود خویش بد به حال کسی که چو من تنها بماند بی صدا